سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به چنل آرسن استوری. خیلی ممنون میشم برای حمایت از این کانال. چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و حتما نظر خودتون رو کامنت کنید. بدون هیچ مطلی بریم برای این داستان ترسناک. سلام، این اتفاقایی که میخوام بگم چیزی نیست که تموم شده باشه و هنوزم در جریانه. خونه مام بزرگم خیلی قدیمی بود ولی خب تا حدودی بازسازی شد، اما این بازسازی ظاهر خونه رو درست کرد ولی باطن پر اتفاقای وحشتناک بود. یه صداهای عجیب شنیده میشد، یه سری چیزا میدیدیم که همیشه خودمون رو قانع میکردیم که اینا در حد توهمه، ولی انگار همه تصورات ما غلط بود. اولین اتفاقی که برای خودم افتاد تابستون سال 98 بود. یه شب حدود ساعتهای 11 بود. از شدت حالت تهوع نمیتونستم بخوابم. رفتم توی حیاط هوا بخورم که شاید یکم بهتر بشم. حدود نیم ساعتی گذشت ولی هیچ تغییری نکردم. توی این نیم ساعت همش حضور یه نفر رو کنار خودم احساس میکردم، جوری که انگار گرماشو حس میکنم. سعی کردم خودم رو به چیزی سرگرم کنم. همون لحظه بود انگار دیگه چیزی احساس نکردم، ولی یه چیزی دیدم که هر وقت بهش فکر میکنم 1000 بار آرزو میکردم کاش کور بودم و نمیدیدم. دقیقا 3 متری مقابلم یه موجود سیاه و خیلی وحشتناک دیدم. دست و پاهم قفل شده بود، صدام بالا نمیومد. اون لحظه فقط آرزوی مرگ میکردم. شبهایی که اونجا بودم تا صبح میشد انگار سالها میگذشت. ساعتهای 3:30 یا 4 که میشد همیشه صداهای گریه میومد. اولاش خیلی خفیف بود ولی به مرور زیاد میشد. سرمنشأ این اتفاقا برمیگرده به خیلی سال پیش. مام بزرگم وقتی اولین بچهش رو به دنیا آورده بود، 2 هفته از به دنیا آمدنش بیشتر نگذشته بود که یه شب مام بزرگم میره بهش سر بزنه. صورت بچه کلاً سیاه شده بود، از دهنش کف ریخته بود بیرون و مام بزرگم خیلی حالش بد میشه. سری میره آقام رو بیدار میکنه ولی خب اون بچه دیگه تموم کرده بود. مام بزرگم تعریف میکرد که وقتی لباسشو در آوردیم روی بدنش جاهای خراش و زخم بود. اون بچه توی خود اون حیاط همون شب خاک شد. بعد این همه سال مام بزرگم جریان رو بهمون گفته بود. بعد از اینکه این ماجرا رو شنیدیم اتفاقای خیلی بدتری میافتاد. مثلا عمم تو آشپزخونه داشت ظرفا رو میشست، وقتی که سرشو برمیگردونه عقب یه دختر میبینه با موهای مشکی خیلی بلند که یه دفعه محو میشه. وسایل خونه به طور عجیبی جابجا میشدن. بعضی وسایل گم میشدن بعد چند روز پیدا میشدن. هی زمان میگذشت، هی این اتفاقا بدتر میشد، به حدی که به آسیب‌های فیزیکی شدید ختم شده بود. عموم روی چارپایه بود، میگفت یکی انگار محکم هلش داده پایین. عمم میگفت توی خواب یکی گلومو فشار میده و داره خفم میکنه. دیگه تحمل این همه اتفاقو نداشتیم. رفتیم پیش دعانویس، اومد خونه رو نگاه کرد. اوضاع بهتر شد ولی بعد این چند سال هنوز همون صدا شنیده میشه. معلوم نیست این اتفاقا کی میخوام به پایان برسن.